یک شاخ گل، برنامه شماره 436. این برنامه با همکاری قوامی، فرهنگ شریف، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون ماهور از معروفی. اشعار متن برنامه از انوری، ابراهیم صهبا. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده روشنک. روز عیش و طرب بستان است، روز بازار گل و ریحان است. توده خاک عبیرآمیز است، دامن باد عبیرافشان است. از پی تهنیت نوروزی باغ را باد صبا مهمان است. چهره باغ ز نقاش بهار به نکویی چو نگارستان است. باز در پرده الحان بلبل مطرب بزمگه بستان است. دل از نسیم سحر مژده بهار شنید. دل از نسیم سحر مژده بهار شنید. شکوفه باز شد و غنچه در چمن خندید. مرا ز دشت گذر سوی کوهساران بود، در آن زمان که به هر سو گل و بنفشه دمید. به هر طرف نظری داشتم به شادی و شوق، که شد درخت گلی بر فراز کوه پدید.
تو گویی که بود نوعروس سیمتنی، به روی سر زده خندان شکوفه های سپید، گرفته دامن کوه و نشسته بر سر سنگ، نشانده بر سر خود دانه های مروارید. از آن درخت در اندیشه‌ای فرو رفتم، از آن درخت در اندیشه‌ای فرو رفتم که هر بهار جوانی در او شود تجدید.
ای که جان بخشتر از باد بهار آمده ای، بخت یارم که بپرسیدن یار آمده ای. مرغ دل در قفس سینه نمی گنجد باز تا چو طاووس به صد نقش و نگار آمده ای.
سایه لطف مکن از من سرگشته دری نخل امیدی امروز به بار آمدی چه بنوشم چه ننوشم ز تو مستم ز تو مست که تو ای باده پی دفع خمار آمده
حاصل مهنت بیرون ز حساب است امروز که تو ای نعمت افزون ز شمار آمده ای روز عیش و طرب بستان است، روز بازار گل و ریحان است. توده خاک عبیرآمیز است، دامن باد عبیرافشان است. از پی تهنیت نوروزی باغ را باد صبا مهمان است. چهره باغ ز نقاش بهار به نکویی چو نگارستان است. باز در پرده الحان بلبل مطرب بزمگه بستان است.
بود شاخ گل شماره 436.